أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى، وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا، بالصالحات لتربطا. بسیاری ما و شما فکر میکنیم که انسان بای شود صدقه میکند. البته این خطا است، چون که صدقه کردن در حالت آسانی و سختی می باشد، چه انسان بای باشد چه کم بغل باشد. چون که الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره آل عمران وقتی که جنتیان را وصف کرد، یکی از صفت این بهشتیان این است که آنها خیر و سخاوت میکنند، صدقه میکنند در حال سختی و در حال آسانی. الذين ينفقون في السراء والضراء. و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم را وقتی که سوال کردند گفتند ای رسول الله بهترین صدقه کدام صدقه است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند ان تصدق و انت صحیح شحیح تأمل البقا و تخشى الفقر. بهترین صدقه ها همان صدقه است که انسان سالم باشد، نه در حالت بیماری. در حالت بخیلی انسان بخیل است، دلش نمی شود صدقه کند، آرزوی باقی ماندن در این دنیا را دارد و از کم بغلی می ترسد، یعنی شرایطش خوب نیست. با وجود همین به خاطر راضیگی الله تعالی صدقه می کند. پس این بهترین صدقه ها می باشد. اگرچه مبلغ کم هم باشد، شاید 1 سامانی به خاطر الله سبحانه و تعالی به اخلاص صدقه کردن بهتر و خوبتر است از 100,000 سومی که برای ریا خودنمایی باشد. چگونه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند سبق درهم 100,000 درهم. شاید بعضی همون فکر میکند که وقتی که انسان صدقه کند کم بغل می شود. الله تعالی میگوید یمحق الله الربا و یربی الصدقات. کسانی که صدقه میکنند پولهایشان زیاد می شوند. و همچون رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ما نقص مال من صدقه. هیچگاه پول و مال انسان با صدقه کردن کم نمی گردد. یکی از فضیلت های صدقه کردن این صدقه سر تطفئ غضب الرب. صدقه غضب الهی را خاموش می کند. حتی صدقه کردن سبب می شود که خداوند بیمار را شفا می دهد. دعوا مرداکم بصدقه. بیمارهای خودتان را با صدقه کردن معالجه کنید. برادران و خواهران عزیز، صدقه فقط به پول و مال نیست. سخن خوب گفتن این خودش صدقه است. والکلمة الطیبه صدقه. حتی سخن خوب گفتن بهتر است از آن صدقه که در آن ریا و منت کردن است. چگونه خداوند می‌فرماید قول معروف و مغفرة خیر من صدقه یتبعها اذى. دوستان عزیز، صدقه کنید پیش از آن که پشیمان شوید، پیش از آن روزی که دیگر پول و مال فایده‌ات نرساند. خرید و فروش نیست دیگر در آن روز. چگونه خداوند فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه. میدانید بعد از مرگ انسان تمنا میکند بر دنیا برگردد. میدونید برای چی؟ فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. میگوید پروردگارا مرا یک بار دیگر به دنیا برگردان، صدقه میکنم، زکات مالم را میدهم، از جمله بنده های صالحت میگردم. دیگر برگشتن نیست. پس ما و شما امروز فرصت داریم. أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى، وتعيش حياتك